سلام به همه گیمرهای خوب ایران زمین. با آموزش نصب و ورود به سرور ایرانی GTA آنلاین موبایل، سرور ایران سمپ در خدمت شما هستیم. با ما تا انتهای ویدیو همراه باشید. ابتدا مرورگر خود را باز کنید. آدرس iransamp.ir را وارد کنید تا وارد سایت بازی شوید. سپس روی گزینه دانلود بازی کلیک می‌کنیم. دقت کنید که قبل از دانلود و نصب بازی مطمئن شوید 8 گیگ حافظه خالی روی موبایل خود دارید. در غیر این صورت بازی بعد از نصب اجرا نمی شود. پس از اتمام دانلود لانچر را نصب می کنیم. وارد لانچر ایران سمپ میشیم و دسترسی های لازم برای دانلود خودکار دیتای بازی رو باز می کنیم. در این قسمت باید دیتای بازی رو دانلود کنیم. روی گزینه دانلود دیتای بازی کلیک می‌کنیم و صبر می‌کنیم تا دیتای آخریه بازی به صورت کامل دانلود و نصب بشه. حتما توجه داشته باشید که هنگام فرایند دانلود و نصب لانچر تا پایان دانلود و نصب داخل اپلیکیشن بمانید و حتی اون رو هم مینیمایز نکنید یا برای یک لحظه هم از اون خارج نشید. در غیر این صورت بازی به درستی نصب و اجرا نمی شود. پس از اتمام دانلود، مطابق ویدیو دسترسی های مورد نیاز رو برای نصب کلاینت به لانچر ایران سمپ میدیم. بعد از دانلود کامل و نصب لانچر، ابتدا در قسمت نام شما در بازی، اسم اکانت خودتون رو انتخاب کنید. حتما گزینه ثبت رو بزنید و سپس روی گزینه ورود به بازی کلیک کنید. سپس مطابق ویدیو در این قسمت دسترسی هایی که نشان داده شده است را به لانچر می دهیم. در مرحله اول باید یک پسورد برای اکانت خود تنظیم کنید و آن را به خاطر بسپارید. در مرحله بعد شماره تلفن خودتون را وارد کنید. سپس کد تایید ارسال شده به شماره تلفن را وارد کنید و تایید کنید. در مرحله بعد آدرس ایمیلی رو که همیشه به اون دسترسی دارید رو وارد کنید و گزینه تایید رو بزنید. در صورتی که کسی شما را دعوت کرده است، کد معرف آن فرد را وارد کنید. در غیر این صورت این قسمت را خالی بگذارید و به مرحله بعد تکمیل اطلاعات برید. در قسمت بعد جنسیت رو مطابق با شخصیت واقعی خودمان انتخاب می‌کنیم. سپس در مرحله آخر نحوه آشنایی با سرور ایران سمپ را ثبت می‌کنیم. با ایران سمپ هر جا که هستی با گوشی خودت در دنیای GTA زندگی مجازی و هیجان انگیزی رو با دوستات تجربه کن.